خرمای بگیرم. این خرما پیارومه، چون خرمای پیاروم یه مقدار خشکه، باید با یه مقدار کره نرم ببه، نباید سرخ ببه، فقط باید نرم ببه که قرار انا له بکنیم. وقتی که یه مقدار نرمه واسه ایبچه دارچین رو کنید، یک مقداری زنجبیل. الان ده آماده برای خرد کردن. بکنیم داخل دستگاه غذاساز خرد کنیم. یک قاشق غذاخوری کنجد خام، بوداده نه خام، بکنید داخل خرما، کره آب شده، زنجبیل، دارچین و یک مقداری گلاب بکنید اون درون. همه با هم دیگه خرد کنید. یه مقدار آجیل شیرین داریم، بکنیم داخل توپک. آجیل شیرین همون آجیل خامه، بی نمکه. خرمایی که اتو له بکنیم بکنیم کاسه درون. بعد و آجیل شیرینم با دستگاه باید خرد کنیم. آجیل شیرینه با ان خرد کنه آغشته به خرما خرد کنیم با 2 قاشق غذاخوری جای پرک. آجیل شیرینه با دستگاه خرد کنیم، هست بکنیم داخل ان خرمای له شده خرد شده. همه با هم دیگه قاطی کنیم. با گوشکوب قشنگه با هم دیگه قاطی کنید. حالا من با گوشکوب کارا بکنم، شما خیلی شما دست هم را کار بکنید. قشنگ با هم دیگه له کنید که به خورد هم دیگه بشه. من با 3 مدل پودر شکلات، پرک جو، کنجد خام خوشگل بکنم. حالا با شما با هر مدلی که خودتان سلیقه دوست دارید تنید توپک‌های خوشمزه و از صورت خوشگل بکنید. امیدوارم چا کنید و از خوردنش در کنارش شمی چای و شیر و حالا هر چیز دیگه ای که ایسه لذت ببرید. نوش جان.